آره به نظرم میشه. منم هم احتمالاً همچین کاری انجام بدم. آخه اینجا رفیقای خیلی خوبی پیدا کردم که واقعا مناسب زندگی. بله انتخاب میکنم با اینکه حالا تحقیق زیادی نداشتم و نمیدونستم، ولی موقعی که وارد این دانشگاه شدم و این رشته رو خوندم خیلی علاقه‌مند شدم، هم به رشته هم به دانشگاه. خیلی سخته. من روز دارم درسای ترم 2 رو پاس میکنم. ترم 5 هم خیلی بده. چون دانشگاه ما چیزی قدیمی ترینه. از قیافش هم مشخص. خیلی قدیمی. و اینکه بین دانشگاه دیگه مهندسی شیمی امیرکبیر از همشون بهتر از نظر. هم دنبال علمی، همه میخوایم مهندس شیم، پروفسور شیم، پیشرفت کنیم، دنبال فقط علم. ما جز رنگ‌های میمشومی هستیم از این ور. نه قبل می‌دونستم چه خبره، همه چی بهتون گفته بودم. من انتظار داشتم دانشگاه بزرگتر باشه حقیقتا. اینکه فکر می‌کردم درس‌های شیمی خیلی بیشتر باشن ولی خب اینجوری نه. من باوری که داشتم فکر کردم بیام اینجا همزمان میتونم کار کنم و اینکه مثلا چیزای بهتر یاد میگیرم، ولی اومدم دیدم اینجا شبیه دبیرستانه، واقعا چیز بیشتری هم یاد ندادم. والا من که فکر میکردم از تنهایی به هر حال در میام و برای چی باورایی داشتم، ولی خود تنها تر شدیم بیشتر. من فکر میکردم قراره برم از ایران به واقعا کنسل اصلا نمیشه، سخته. بیرون دانشگاه. بخشش زعی؟ نه یه جا دیگه نظر بعدا به بچه خودمون میگیم. رافقه هم خوبه. کافه هاش خوبه خودش خوش میزنه. یه دروغه که اولش به ما گفتن دوشی نمیتونیم بیاریم تو دانشگاه، گفتن جلو در میگیرن. بعدش هم راجع به یه سری استادا گفتم برید این خوبه، بعد رفتیم هممون رو انداخت. به ما گفتم خوش میکنم. به ما گفتن که درس بخونیم، ما هم درس کنیم چیزی تاش در نیومد. بس سر انتخاب وارده گفتن هر استادی بعد همونو بردارید. دروغ میگم، خودشون بردارن. گفتن درس نخونیم. گفتن شب امتحانی جمع میشه. گفتن شب امتحان جمع میشه دیدیم تلخ. ها معادلات هم گفتن راحت. گفتن ریزمو بردار. ولی نمیدونم. گفتن که اگه که هر ترمی کمتر از 12 واحد پاس کنی نمیتونی ترم بعد انتخاب وارد کنی. ترم اولو خیلی جدی بگیرم چون که قشنگ میتونه تو معدلشون تاثیر بذاره، بالا نگهش داره. حالا ترم عادی درسایی که هم سخت‌تر نمیشه خیلی بالا گرفت. و اینکه از همون روز اول درس بخونم و واسه شب امتحان که هیچی، مثلا درس هفته‌ای گذاشتم حتی نخونم، یعنی همون هفته درس رو بخونم تمومش کنم. اینه که خیلی پیگیر درس نشن، یکم روابط برو اول جوشو نگیری، دیدم همون دبیرستان. آره روابط اجتماعی خود شلوار براق نزنید بیاید. ما که درس‌ها رو به خوبی پاس کردیم. الان ما خوب درس بخونید.